خدا خودش هیچ وقت هیچ چیز رو درست نمیکنه. خدا هیچ وقت، کلا خدا هیچ وقت هیچ چیز رو درست نمیکنه. چون اینجا من و شما قراره ایفای نقش کنیم و الا اینجا نبودیم. اگر من و شما الان اینجا هستیم دلیلی داره که ما اینجا هستیم. ما باید یه کارایی بکنیم و یه چیزهایی یاد بگیریم. بنابراین ما باید کارمون رو درست انجام بدیم. میدونید اون یه جمله‌ای هست میگه که خدا اساساً سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اون قوم خودشون رو تغییر بدن. مگر اینکه اون قوم خودشون تغییر بدن. اساساً خداوند سرنوشت کسی رو تغییر نمیده مگر اینکه آدما خودشون رو تغییر بدن. اگه میخوام جهانم و زندگیم عوض شه کی باید تغییر کنه؟ من بگم خدایا خودت که میدونی چی میخوام، خودت هم میدونی که تو چه موقعیتی ام، خودت هم میدونی که باید چیکار کنی، خودت همه چی رو میدونی. من میرم استراحت میکنم، بعد تو خودت درست کن دیگه. خدا انشالله خودش درست میکنه، بسپر خودش درست میشه. نه نمیشه، نمیکنه، هرگز نمیکنه. در دین هم همینطوره. اصلا هیچ جا اینجوری نیست که توکل کن درست میشه. نه نمیشه